سلام، وقت شما بخیر. به اخبار خوب این هفته از یقین ژورنال خوش آمدید. اینجا استودیوی خبری یقین است و من منیب سلطانی هستم با ارائه اخبار امروز پنجشنبه 15 قوس سال 1403 هجری شمسی. ثبت 200 واقعه مثبت بیماری ایدز در کشور. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که 200 واقعه مثبت بیماری ایدز در کشور در سال جاری به ثبت رسیده است. تاکید مقام‌های چین و افغانستان بر گسترش همکاری‌های صحی. وزارت صحت عامه میگوید که سرپرست این وزارت در جریان سفرش به چین با معین وزارت صحت عامه این کشور روی گسترش همکاری‌های صحی و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی افغانستان بحث و گفتگو کردند. تاکید افغانستان و ایران بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه آب و خاک. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از دیدار مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری این وزارت با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ایران خبر داده و میگوید که دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های خاکشناسی، اصلاح و تقویت خاک، مدیریت منابع آب و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین آبیاری تاکید کردند. برگزاری نشست کابینه حکومت در قندهار. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی گفته است که نشست کابینه حکومت در قندهار تشکیل شده است. برای بیش از 4000 خانواده آسیب پذیر در 4 ولایت کشور کمک نقدی توزیع می شود. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که بر اساس امضای 2 تفاهمنامه با مؤسسه OHW برای 4185 خانواده آسیب پذیر در ولایت هلمند، تخار، سرپل و هرات کمک های نقدی صورت می گیرد. آغاز کار تطبیق پروژه های انکشافی در خوست با هزینه بیش از 43 میلیون افغانی. مسئولان محلی در ولایت خوست از آغاز کار تطبیق پروژه ساخت سرک ها، کانال ها و آبروها در شهر خوست با هزینه بیش از 43 میلیون افغانی خبر می دهند. مرکز امداد ملک سلمان 30 میلیون دلار برای مبارزه با پولیو در افغانستان کمک کرد. مرکز امداد و کمک های بشردوستانه ملک سلمان پادشاه عربستان 30 میلیون دلار برای مبارزه با فلج کودکان در افغانستان اختصاص داد. توافقنامه این کمک مالی روز یکشنبه 11 قوس میان بانک توسعه اسلامی و مرکز امداد ملک سلمان در ریاض به امضا رسیده است. پروژه کشت بدیل کوکنار در هلمند و قندهار از سوی سازمان ملل تطبیق می شود. دفتر رسانه مقام ولایت قندهار میگوید سازمان خوراک و زراعت، سازمان بین المللی مهاجرت و برنامه انکشافی سازمان ملل پروژه کشت بدیل کوکنار را در ولایت قندهار و هلمند در سال 2025 آغاز می کند. برای 1500 خانواده متضرر از سیلاب و زلزله در هرات و بغلان کمک توزیع می شود. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که بر اساس امضای تفاهم نامه این اداره با مؤسسه FAG برای 1500 خانواده متضرر از سیلاب ها و زلزله در ولایت هرات و بغلان کمک های زمستانی توزیع می شوند. قطر میگه ترامپ خواهان آتش بس در غزه قبل از آغاز ریاستش است. نخست وزیر قطر میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان انجام توافق آتش بس در غزه پیش از آغاز دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در گفتگوی اختصاصی با اسکای نیوز با خوشبینی محتاطانه گفت که پایان دادن به جنگ نیازمند فشار حداکثری بر تمامی طرف هاست. در حملات تازه هوایی اسرائیل بر غزه دست کم 47 تن به شهادت رسیده است. مقام های صحت فلسطین روز چهارشنبه خبر دادند دست کم 47 نفر در حملات هوایی اسرائیل به بخش های شمالی منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. ارتش اسرائیل یک روز پیش از این حملات به مردم این منطقه دستور داده بود که آنجا را تخلیه کنند. این بود اخبار خوبی این هفته که تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، بدرود.